با سلامی دوباره شما را به تماشای برنامه خبری رادیوی آزادی دعوت میکنیم. تازه‌های تاجیکستان و جهان را همکاران ما از دوشنبه و پراگ پیشنهاد میکنند. حالا سرخطی چند گزارش. استعمال یک کنسروی خودساخت در سوخت به فوت 2 نفر انجام یافت. طبیبان برای نجات 6 زهرآلود شده دیگر تلاش دارند. بهبودی هست، خدا رو شکر. حاضر نفس گیری سونی دستگاه گرفته شد، خودشان نفس کشیده شده است. شورای واسطه‌های اخباری عامه، سازمانی که از حقوق ژورنالیستان باید دفاع کند، کار یک ساله‌اش را جمع بست کرد. هورینیسا علیزاده دوباره رئیس انتخاب شد. جنگ روسیه در اوکراین بازار تاجران تاجیک را سرد کرد، ولی کاملا از بین نبرد. واردات دارووارد نسبت به سالهای گذشته خیلی کمتر است و نیکی آماده ایستاده است. استعمال کنسروی خودساخت در خانواده در ناحیه جبار رسولوفی سوخت با فاجعه انجام یافت. در پی آن 2 نفر فوتیده، 6 کسی دیگر زهرآلود شدند. آنها همه عضو یک عائله‌اند و خورش را استعمال کردند که تابستان آماده شده بود. طبیبان بیماری آنها را حسیبک یا خود بتولیزم گفتند که غذای ویران شده سبب آن می شود. فرزان محمدی با طبیبان و بیماران و پیوندان آنها صحبت کرد. هم معنوی هم اجتماعی هر طرف را من وزن چیری چور وزن ده. خانواده عائله کریموفا در شهرک مهرآباد ناحیه جبار رسولوف 2 روز باز ماتم دارند. در پی زهرآلود شوی از غذای کنسروه شده مادر خانواده عمرنیسا کریمووی 58 ساله و دختر او محرم کریمووی 30 ساله در بیمارخانه فوتیدند. هر ساله کارشون کردگی زنها بانک پوشیدگی، اما یکتایی سیت بانک برآمدگی باشد، همین یک 20 خوردگی اینا، همین آخرنگی دایم بانک برآمد همین چیز. خیلی گمت کنم. یک دیگه همش پختگی لیکن هر سال میکرده کارشو. و چیم هر سال این سال کمتر کرده بودم با. چیگم با. داخل همون بانک از کدام نموده غذاها عبارت بوده؟ داخل این بانک بقلاجان بود. بلگرد من دارم اکراده. 8 عضو عائله روز 11 نوامبر از این غذا تناول کرده و بعد همگی 2 روز آن با حالت وزین به بیمارخانه سرایتی ناحیه جبار رسولوف بستری شدند. 2 نفر آنها بعد 10 روز در شعبه احیا می‌فوتند و حالا 4 نفر دیگرشان در بستری بیماری هستند. به طبیبان تا حال میسر شده است که بعد طبابت کامل 2 نفر را مرخص کنند. بیماران اولین نشانه های بیماری را چنین میگویند. روز جمعه عبیل خودگی بودیم، شب ساعت بعد 12 من آفتگی بودم، یک بار دیلم میخواسته شد و بیرون برآمدم وایساده عقلش آوردیم رفته یک خیط کردم، همین ها زد و آمدم رفتم خودم گفتم با چه زد با خیستم همین خود تا سه حلق خیط کردم و همین خود کرده همینجا آمدیم. پزشکان نوع این بیماری را حسیبک یا به اصطلاح معمول بوتولیزم میگویند. به گفته آنها وضع باقی مانده بیماران به حالت مقرری برمیگردد و تهدید به مرگ وجود ندارد. از حالتی وزنینی برآمده، خیلی وزنین برآمده، حاضر احوالشان وزنینی میانه گذاشته است. بهبودی هست، خدا رو شکر. حاضر نفس گیری سونی دستگاه گرفته شد، خودشان نفس کشیده شده است. دیگر پارامترهای حیاتی مهم عضو ناس حاضر. این بار اول نیست که خانواده ها از زهرآلود شوی در تاجیکستان میفوتند. ساکنان تاجیکستان با دلیل گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان در فصل تابستان این محصولات را در شکل کنسروه ذخیره میکنند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، ناحیه جبار رسولوف.
در دوشنبه که در یک سال اخیر چندین خبرنگار زندانی شده و ژورنالیستیک روزهای سختی را از سر می‌گذراند، امروز در نشست وضعی مطبوعات را بررسی کردند. در همین همایش هورینیسا علیزاده برای یک سال دیگر رئیس شورای وسایط اخباری عامه، سازمان مستقل ژورنالیستی انتخاب شد. سالهای اخیر سازمان را برای سکوتش در برابر مشکل خبرنگاران به خصوص حبس طولانی آنها تنقید میکنند. گزارش امیر سویف رو از نشست شورا همراه میبینیم. قضیه بازداشت و محاکمه 7 خبرنگار و بلاگر تاجیک از نگرانی‌های بود که در این نشست صدا داد. سال 2022 برای ژورنالیستان تاجیک یک سال نهایت وزنین، پرتحولات و ناخوشایند بود. از سال گذشته اگر سال گذشته ما برای تلافی یافتن چند همکسبانمان از بیماری کووید 19 با حسرت سخن گفته باشیم، امسال را با زندانی شدن 7 ژورنالیست سابق و عمل کننده گسیل میکنیم. خانم علیزاده گفت در رابطه با بازداشت خبرنگاران همراه با دیگر سازمان‌های ژورنالیستی مراجعتنامه قبول کرده بودند، ولی آن مشکل‌های را به بار آورد. شرح نداد که این مراجعتنامه چگونه مشکل‌ها را به میان گذاشت. متاسفانه پرونده همه این ژورنالیستان زیر مهر مخفی بررسی گشت و ما از آن پرونده ها خیلی کم و من گفتم ممکن است که تماما معلومات نداریم. اما از 7.5 تا 10 سال جزا گرفتن آنها را جامعه ژورنالیستی و سازمان‌های بین‌المللی خیلی سنگین ارزیابی می‌کنند که شورای واسطه‌های اخباری عامه نیز به این اندیشه همراه است. راه نیافتن روزنامه‌نگاران با مرافعه‌های دادگاهی خبرنگاران و بلاگرها به نظر منقد رسانه‌ها قرانشاه شریفزاده شفافیت قرارهای دادرس‌ها را زیر سوال می‌برد. متأسفانه در این پس پنجره رفتن همکسبای ما شخصاً شرح نمی‌یابم. چرا که نه تنها من بلکه فکر میکنم شما هم هنگام مرافعه ها در تالار نبودید. یعنی در تالار مرافعه ژورنالیست حضور نداشتن ژورنالیستان یا ژورنالیستان راه ندادن یا نمایندگان جامعه مدنی راه ندادن علاقه قرار صد را زیر سوال میبرند. در نیم سال در تاجیکستان 7 خبرنگار و بلاگر دستگیر و تا این دم 4 نفر از 7 تا 10 سال زندانی شدند. مقامات حکم‌ها را شرح نمی‌دهد. سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم‌ها را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان نامیده خواهان رهایی خبرنگاران شدند. برنامه را ادامه می‌دهیم. بحث و مناظره‌های نمایندگان گروه 24 و حزب ممنوع نهضت اسلامی، دو گروه مخالف دولت تاجیکستان، در شبکه‌های اجتماعی هفته‌های اخیر اختلافات عمیق نظر بین آنها را روشن کرده است. یکی میگوید طرفدار نظام لیبرال دموکراتی در جامعه است که به حق هر یک عضو جامعه احترام میگذارد و دیگری طرفدار دموکراتی که آواز اکثریت را مهمتر میشمارد. آیا این مخالفت‌ها واقعی هستند یا دو طرف وانمود میسازند که اختلاف دارند؟ صحبت نوبتی گپی آزاد در همین باره است و پارچه از آن را همراه میبینیم. ما سخنرانی‌های نمایندگان شما، برنامه‌های طرفداران و اعضای شما را در شبکه‌های اجتماعی دیدیم و چنین به نظر می‌رسد که زیاد اختلافات نظری بین شما وجود ندارد. فقط بحث سر ارزش‌های اسلامی و مثل حجاب و ریش است. شما به این راضی بوده میتونید بابا جان؟ مرحمت. البته من به این راضی بودن نمیتوانم. اختلاف ما با گروه 24 تقریبا اختلافی اصولی نیست. حتی گروه 24 هم مخالف سطح حجاب یا ریش نیست. اونها طرفدار آزاد بودن این ارزش ها هستند و ما هم همچنین. ما هم نمیخوایم که حجاب یا اینکه ریش بالای مردم تحمیل شود و یا اینکه با این محدود شود در جامعه از طرف نهاده. محمد صابر عبدالقهار، شما به همین سوالایی که مطرح کردیم بابا جان پاسخ دادن چی نظر دارید؟ مرحمت. خب ببینید، ما که یک دولتی، یک کشوری آزاد حقوق بنیاد میخواهیم و در تلاش این هم هستیم و کوشش هم میکنیم. در آزاد بودن یعنی هر یک انسان میتواند که حزبی را، دینی را، حرکتی را، گروهی را انتخاب کنه و پوشیدن سطر و حجاب ما بر ضد این نیستیم.
و برعکس ما میخواهیم که مردم آزاد باشن و مردم هر چیزی که میخواد در بر بکنه او را در بر بکنه. یعنی وظیفه حکومت، دولت این نیست که باید دنبال سر و لباس پوشیدن شهروندان شد. حکومت باید بالای زندگی مردم برای تأمین کردن زندگی ارزنده اونها باشد، نه اینکه دنبال امروز میبینیم که هر یک نفر ریش دارد دنبال ریش میشد، مگر ما دیگر مشکلی ها نداریم. ببینید مخالفان شما میگویند اگر گروه 24 و نهضت سر قدرت آیند یک نظام اسلامی بنیاد خواهند کرد و شعارهای دموکراتی یک فریب نظر است. به این چی میگوید شما؟ خب ببینید مردم ما و نفرهایی که این سخنها را میگن البته که اونها نظر خودشان میگن، اما ما جوابگو در سخنهای خود، در رفتار خود، در سیاست خود هستیم، نه در صحبت‌های سخنهایی که بعضی نفرها این سخنهای ما را که سیاست ما را تصویر میکنن. بیننده عزیز، برنامه صبح شنبه ساعت 8 به وقت دوشنبه در وبسایت ozodi.org و ساعت 14 به وقت دوشنبه در همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب و فیسبوک نشر می شود. بنا به ارزیابی‌های بانک جهانی 24% شرکت‌هایی که در تاجیکستان عمل می‌کنند بر اثر جنگ روسیه در اوکراین آسیب دیدند. در خلاصه این نهاد بین المللی مالی که 3 ماه پیش نشر شده است گفته می‌شود شرکت‌ها با مشکلات افزاینده مالی روبرو شده‌اند. علیشیر ظریفی گزارش دارد. شهریار 2000 از زمره شرکت‌هایی است که در تاجیکستان به تجارت مواد داروباری مشغول است. جنگ روسیه در اوکراین با کار و درآمد این شرکت نیز بی تاثیر نبوده است. از سبب جنگ بودن در اوکراین واردات داروباری نسبت به سال‌های گذشته خیلی کمتر است و نکی آماده ایستاده است با نرخ‌گذاری و چی موافقی چیش راهگیرا کمتر نرخش قیمت می شود. در این شرکت دقیقاً زیانی برداشتهشان از پیامدهای جنگ روسیه در اوکراین را نگفتند، ولی تصدیق نمودند که مثل 8-9 ماه پیش نه همه داروهای فرمایش دادهشان را می توانند دسترس کنند. خیلی با یک فکر دیگر نامگوها بود در دیگر ریسپوبلیکا می برایند، ممکن است که از دیگر جا گیره. با مانند شهریار 2000 در چندی از شرکت‌های دیگر هم گفتند جنگ در اوکراین با کار و درآمدشان تاثیر گذاشته است و در صورت ادامه یافتن چنین وضع آنها بیشتر ضرر خواهند دید. اقتصادشناس فاضل جان فتولایف ارزیابی‌های بانک جهانی را در مورد تاثیر جنگ روسیه در اوکراین با کار شرکت‌های تاجیکستان واقعی می‌یابد. نورومی با اون تاثیر رسونه که اول خصوص در خوجگی دهقانی بعضی از خوجگی و بعضی از شرکت های بودن که از اروپا و از اوکراین به طریق ترانزیت اوکراین چیز محصولات های مبل فرض کنیم از تاجیکستان به اونجا ارسال میشد، محصولات های خوراکاری یعنی سیب، انگور و غیره محصولات های میوگی ارسال کرده میشد. دقیقاً 9 ماه پیش روسیه در خاک اوکراین جنگ را شروع نمود که چنین عمل به بسیاری از بخش‌های اقتصادی تاجیکستان هم آسیب رساند. کاهش انتقال پول مهاجران، افزایش نظررس نرخ مال و محصولات و تغییرات‌ها در بازار اسعار از مسئله‌هایی است که بیشتر باعث نگرانی‌ها شده است. در این مدت مقامات تاجیکستان هم بارها درباره پیامدهای جنگ در اوکراین به بخش‌های گوناگون اقتصادی کشور گفتند، هرچند آمار دقیق پیشنهاد نکردند. و یک خبر، ایران دسته ویلز را شکست داد. روز ششم جام جهانی فوتبال در قطر امروز با بازی دسته های منتخب ملی ویلز و ایران آغاز یافت. بازی که در ورزشگاه شهری الریان دایر گردید با حساب 2-0 به نفع تیم نماینده قاره آسیا انجام یافت. هر دو گل در آخر بازی در 9 دقیقه اضافی زده شد. تشکر برای همراهی بیننده عزیز. خبرهای بیشتر با عکس و ویدیو را در سامانه ما و در صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام پیدا کنید. خدا نگهدار.